سلام رفقا، به کانال خودتون خوش اومدین. خیلی خوشحال میشم که برای حمایت از ما حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. و اما بریم سراغ داستان جذاب امشب. محلمون یه زمین خاکی داشت بین 2 ساختمون 4 طبقه. از اون زمینایی که نه باغچه بود نه پارکینگ، فقط یه زمین خاکی بود. یه تیکه خاک خالی که هیچ کس نمیدونست مال کیه. توی اون زمین خاکی یه مردی بود که همه بهش میگفتن غلام جنی. اسم دیگه ای ازش نمیدونستم، شایدم داشت، ولی تو محله ما هر کی یه لقب برای خودش داشت. غلام جنی هم خیلی لقب خوبی براش بود، چون یه مرد لاغری بود. شاید حدوداً 50 سالش بود، شایدم بیشتر. از اون آدمایی که سنشون معلوم نیست، چون انگار همیشه همین شکلی بودن. نمیتونی بچگیاشون رو تصور کنی. همیشه همون شلوار خاکی رنگ پاش بود با یه پیرهن آستین بلند که یه روزی سفید بوده. یه دوچرخه قدیمی داشت، از اون دوچرخه های چینی سنگین که رو ترکش یه خورجین بسته بود. خورجینم همیشه اونجا بود. هیچ وقت ندیدم که بازش کنه از دوچرخه. غلام جنی مدام زیر لب حرف میزد، نه با خودش. آخه تازه اینو الان فهمیدم. اون موقع فکر میکردیم دیوونه است و داره با خودش حرف میزنه. اصلا براش مهم نیست که بقیه اونو موقع حرف زدن با خودش ببینن. ولی دیوونه ها با خودشون حرف میزنن. غلام جنی با یه نفر دیگه حرف میزد. یه نفر که ما نمیدیدیمش. لحنش لحن کسی بود که داره شکایت میکنه. نه داد و بیداد، یه غرغر آروم و بی انتها. مثل کسی که یه عمر داره با یه آدم حرف میزنه که گوش نمیده. بچه‌های محل ازش میترسیدن. خیلی هم میترسیدن. یه ترسی داشتیم که با کنجکاوی قاطی بود. از اون ترسایی که باعث میشه نزدیک نشی ولی دورم نری. سر کوچه وای میستادیم، نگاش میکردیم که داره توی اون زمین خاکی یه کارایی میکنه. نمیفهمیدیم داره چی کار میکنه. بعد یکی یه سنگ پرت میکرد سمتش. هممون فرار میکردیم، اما غلام جنی سرش رو بلند نمیکرد. مادرش یه پیرزن خمیده با چادر مشکی بود که هر چند روز یه بار میومد. یه کیسه میذاشت دم زمین خاکی و میرفت. با هم هیچ حرفی نمیزدن، فقط مادرش میومد اونو میذاشت اونجا و میرفت. غلامم کیسه رو بر میداشت و میبرد تو زمین. یه بار از دور دیدم داره خالیش میکنه روی خاکا. هرچی بود و میریخ رو زمین. اون موقع فکر میکردم خله. آخه نون و غذا رو بریزه رو خاک که چی بشه. اما الان میفهمم داشت چی کار میکرد. اون موقع فقط 13 سالم بود و فقط میدونستم که مامانم گفته نزدیکش نشم. مامانم فقط یه بار دربارش حرف زد. اونم جدی. از اون جدیایی که بچه باش کنار میاد و قبول میکنه. مامانم بهم گفت هیچ وقت دست به چیزاش نزنید. هر چیزی توی اون زمینه مال غلام جنیه. هیچ کس دیگه حق نداره به چیزاش دست بزنه. منم نپرسیدم چرا، ولی جدی نگرفتم. یعنی فکر کردم منظورش اینه که غلام جنی ممکنه بزنتمون یا به خاطر اینکه چیزاشو برداشتیم عصبانی بشه. اما اون واقعا منظورش چیز دیگه ای بود. دوستم اسمش امیر بود. از 3 دبستان با هم کلاس بودیم. از اون بچه‌هایی که همه جا با همیم ولی خیلی شبیه هم نبودیم. امیر محتاط‌تر بود، من نه. من از اون بچه‌هایی بودم که کنجکاویم زودتر از عقلم کار میکرد. یه روز عصر تابستون بود، گرم، از اون گرماهایی که آسفالت زیر کف کتونت نرم میشه. من و امیر تو زمین خاکی داشتیم بازی میکردیم. با توپ یادم نیست، یا شاید داشتیم یه چیزی پرت میکردیم. صدای تلویزیونم از خونه ها میومد.
بوی قرمه سبزی هم از یه جایی بلند شده بود و دل هممون رو آب کرده بود. یهو غلام جنی رو دیدیم که از سر کوچه داره میاد با دوچرخش. آروم رکاب میزد. سرش پایین بود و زیر لب حرف میزد. ما فوری اومدیم بیرون از زمین. دویدیم اونور کوچه. دم در خونه ما وایسادیم. نه که فرار کنیم، فقط اون ترسه که نمیذاش باهاش روبرو بشیم اومد سراغمون. غلام رفت توی زمین. ما هم از دور داشتیم نگاش میکردیم. دوچرخه‌شو تکیه داد به دیوار و نشست. شروع کرد به یه کارایی که ما نمیدیدیم چی کار میکنه. بعد بلند شد و سوار شد و رفت. امیر گفت بریم ببینیم چی کار کرده. منم که از اون کنجکاوتر بودم قبول کردم. رفتیم. زمین همون زمین خاکی همیشگی بود، ولی یه گوشش همون جایی که غلام نشسته بود کبریت ریخته بود. یه مش کبریت، بعضیاش سوخته بعضیاش سالم، ریخته بودشون رو خاک. امیر گفت ولش کن، مال اون دیوونه است، به ما چه؟ ولی من کنجکاوتر از این حرفا بودم که بتونم از خیرش بگذرم. گفتم بذار حداقل سالماشو بردارم. برداشتم و گذاشتم تو جیبم. نمیدونم چرا، یعنی الان هرچی فکر میکنم هیچ دلیلی برای کارم پیدا نمیکنم. نمیخواستم ثابت کنم شجاعم، نه فکر خاصی داشتم. یه بچه 13 ساله بودم که یه چیزی رو از رو زمین برداشت. همین. شاید گوشه ذهنم به این فکر کردم که بعداً ازش استفاده کنم. ولی همین بود که همه چیزو شروع کرد. اون شب مامانم 3 بار صدام کرد تا اومدم تو. هوا تاریک شده بود. بچه‌هام رفته بودن. کوچه خلوت بود. فقط نور اون چراغ کوچه که همیشه سالم بود خونه ها رو زرد کرده بود. اون یکی چراغ هم همیشه خراب بود. رفتم تو ولی نرفتم خونه. رفتم توی زمین خاکی. نمیدونم چرا. یعنی میدونم از روی کنجکاوی. الان که بهش فکر میکنم یه جور کشش بود. نه ماورایی نه فیلمی. یه حس ساده که بذار امتحان کنم ببینم چی میشه. بچه بودم دیگه. کبریتا رو از جیبم در آوردم. یکی رو کشیدم و روشن شد. شعله معمولی و نارنجی و گرم. یه تیکه کاغذ رو زمین بود. گرفتمش به شعله و آتیش گرفت. سوخت و خاکستر شد. 2 تای دیگر رو هم روشن کردم و نگاه کردم. اونم خاموش شدن و تمام. هیچ اتفاقی هم نیفتاد. نه صدایی اومد نه چیزی تکون خورد. زمین خاکی هم همون زمین خاکی بود. منم رفتم تو خونه. شام خوردم و تلویزیون نگاه کردم و بعدش هم خوابیدم. نمیدونم ساعت چند بود. نصف شب بیدار شدم. نه از صدا، از یه چیز دیگه. انگار یه نفر دستشو گذاشته بود رو سینم و فشار میداد. درد نبود ولی وزنشو حس میکردم، مثل اینکه یه آدم بزرگ نشسته باشه رود. چشمم باز بود ولی نمیتونستم تکون بخورم. من توی هال خوابیده بودم چون اتاق جدا نداشتم، ولی این سری احساس میکردم که حالمون یه شکل دیگه است. انگار یه گوشش سمت راستم کنار کمد یه چیزی بود. شکلی نداشت، حرکتم نمیکرد، ولی اونجا بود. مثل وقتی چشمتو میبندی و فشار میدی، اون لکه های تاریک که میبینی، ولی من چشمم باز بود و اون لکه ها اونجا بودن و تکون نمیخوردن. اولش فکر کردم سایه است، ولی حتی سایه هم نبود. بعد یه صدایی اومد، از بیرون نه، از توی سرم. مثل وقتی یه آهنگ میفته تو ذهنت و نمیتونی بیرونش کنی. ولی این آهنگ نبود، یه زمزمه بود. کلمه هم نبود، حداقل کلمه‌ای که بفهمم نبود. یه صدای پایین و ممتد که انگار از پشت جمجمم می اومد. و بدتر از همه این بود که نمیتونستم مطمئن بشم واقعیه یا دارم خواب میبینم. مرز بینشون مشخص نبود. اون لکه تاریک نزدیکتر نشد، اما هنوزم بود و من حس میکردم داره نگاه میکنه. میدونم شاید مسخره به نظر بیاد، یه چیزی که شکل نداره چطور میتونه نگات کنه؟ اما حسش میکردم رو گردنم، رو صورتم، مثل نفس یه نفر که خیلی نزدیکته ولی نمیبینیش. نمیدونم چقدر طول کشید، شاید 10 ثانیه بود، شاید هم 10 دقیقه، ولی یه لحظه تونستم تکون بخورم. انگاری که بالاخره ولم کرد. پتو رو زدم کنار و بلند شدم.
دویدم رفتم تو اتاق مامانم. بدون اینکه حرف بزنم رفتم تو رخت خوابش. مامانم نیمه خواب بود. گفت چی شده؟ گفتم هیچی، خواب بد دیدم. میشه امشب اینجا بخوابم؟ بغلم کرد. چشامو بستم ولی تا صبح بیدار بودم. صبح که بلند شدم نور از پنجره آشپزخونه می اومد. مامانم داشت چایی می ریخت. همه چیز عادی بود. اما من انگار ترسو شده بودم. نه مثل شب، اما هنوزم می ترسیدم. مثل وقتی از یه جایی بلند نگاه می کنی پایینو و حتی وقتی عقب میری هنوز ته دلت خالی میشه. به خودم گفتم این یه کابوس بود من دیدم. صبحونه خوردم، نون و پنیر و چای شیرین. مامانم گفت چی شده؟ رنگت پریده. گفتم خوبم، چیزی نیست، به خاطر خواب دیشبه. گفت مگه چی دیدی؟ ولی من ترجیح دادم که براش تعریف نکنم، چون خودم هم مطمئن نبودم که خواب دیدم. پیچوندمش و گفتم چیز خاصی نبود. بعدم از خونه زدم بیرون. سریع امیر رو پیدا کردم، سر کوچه بود. نشستیم لب جدول. حرف زدیم و از مدرسه گفتیم. از یکی از بچه‌ها که دعوا کرده بود. از یه بازی کامپیوتری. من میخواستم بگم که دهنم باز شد. دوباره بستمش. چی بگم؟ بگم دیشب خواب بد دیدم؟ بگم یه چیزی تو خونمون بوده؟ امیر میخندید بهم. میدونستم اگه بهش بگم فردا تو مدرسه به همه میگه رضا شب از ترس رفته پیش مامانش خوابیده. بچه ترسو. نه نباید میگفتم. ظهر داشتم برمیگشتم خونه، از کنار زمین خاکی رد شدم. غلام جنی هم اونجا بود. نشسته بود همون جای همیشگیش. داشت زیر لب حرف میزد. سرش پایین بود. ولی وقتی من رد شدم سرشو بلند کرد. نگام کرد. ترسناک نبود، ولی یه لحظه مثل کسی که یه آدم آشنا رو تو خیابون ببینه نگام کرد. یه جوری انگار شناسایی شدم. انگار یه چیزی رو فهمیده بود، یا شاید من فکر کردم فهمیده بود. نمیدونم، ولی اون نگاه تا شب تو ذهنم بود. شب دوم بدتر بود. بدتر به این معنی که فقط خواب نبود. عصر بود هنوز. داشتم تلویزیون نگاه میکردم. مامانم تو آشپزخونه بود. یه دفعه احساس کردم که سردمه. نه سرمایه بیرونی، چون تابستون بود و هوا گرم بود. یه سرما از توی خود بدنم. مثل وقتی که تب داری و لرز میکنی ولی پیشونی داغه. بعدش سرم درد گرفت. نشستم رو مبل و سرمو گرفتم تو دستام. مامانم از آشپزخونه صدام کرد رضا شامو بکشم؟ اما من جواب ندادم. دوباره صدا کرد. بازم جواب ندادم. اومد تو حال و نگام کرد. گفت چی شده رضا، خوبی؟ گفتم خوبم، ولی صدام عوض شده بود. نه خشدار، یه جور دیگه. خودم فهمیدم ولی نمیتونستم توضیح بدم. شب خوابم نبرد. چشمامو بستم ولی پشت پلکام پر بوده از شکلایی که نمیشناختم. میدونستم که خواب نیستم. بیدار بودم. اون بعدش تب اومد. داغ شدم. لرز داشتم. مامانم فهمیده بود که یه چیزیمه. اومد سراغم و دستشو گذاشت رو پیشونیم. فهمیدم از چشماش که نگرانمه. بعد گریم گرفت. نمیدونم به خاطر تب بود یا به خاطر اینکه ترسیده بودم. خیلی هم ترسیده بودم. از ترس اینکه نمیتونستم به کسی اینو توضیح بدم. مثل بچه‌ای هست که گم شده و میدونه کسی نمیاد دنبالش. مامانم نشست کنارم، دستشو کشید تو موهام و گفت رضا چی شده پسرم، بگو ببینم. اما من نگفتم. گفت رضا نگام کن، به مامان بگو چی شده. اما من گفتم هیچی. مامانم بازم اصرار کرد، ولی من یه چیزی تو صداش بود که کاری کرد بگم. یه جور اصراری که جایی فراری نمیذاشت. گفتم مامان من به چیزای غلام جنی دست زدم. ساکت شد. دستش رو موهام موند ولی تکون نمیخورد. پرسید چی؟ گفتم به چیزاش. تو زمین خاکی دست زدم بهشون. گفت به چیا دست زدی؟ سرمو انداختم پایین. اشک می اومد و نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم. گفتم به کبریتاش دست زدم. مامانم آب دهنشو قورت داد. آروم گفت کبریتاشو چی کار کردی رضا؟ گفتم هیچی، فقط برداشتمشون گذاشتم تو جیبم. پرسید بعدش چی؟ گفتم هیچی، روشنشون کردم ببینم چی میشه. پرسید کجا؟
تو همین زمین خاکی دیشب. مامانم چند ثانیه فکر کرد، بعد بغلم کرد خیلی محکم، از اون بغلایی که آرومت میکنه و میفهمی الان دیگه طرف مقابلت هم ترسیده. دستاش میلرزید یا شاید من میلرزیدم، فرقش رو نمیفهمیدم. بعد ولم کرد و بلند شد رفت سمت تلفن. فرداش یه مردی اومد خونمون. یه مرد معمولی بود، شاید 60 سالش بود، شاید هم کمتر. عینک داشت اما کت نپوشیده بود. یه پیرهن ساده و شلوار پارچه‌ای مثل همه مردای معمولی. اومد تو و سلام کرد. مامانم براش چای آورد. مردم نشست چاییشو خورد. بعد با هم حرف زدن. آروم، مثل 2 آدم که دارن درباره یه مشکلی حرف میزنن. بعد مرده اومد سمت من. گفت بخواب. منم خوابیدم. شروع کرد آیت الکرسی خوندن. صداش آروم بود. چشمامو بستم. آیه ها رو میشنیدم ولی ذهنم جای دیگه بود. حس میکردم یه چیزی تو سینم سنگینه. همون سنگینی که هنوز بود. مرد یه کاغذ در آورد. یه چیزایی نوشت. نه خوشنویسی مثل نسخه دکتر. سریع ولی مطمئن. کاغذو تا زد و گفت اینو بسوزونید. بعد به مامانم گفت کبریت ها هر چیش مونده باید برگرده سر جاش. نندازینشون دور. ببرید دقیقاً بذارید همونجا که بوده. مامانم هم سر تکون داد. بعدم چای دومش رو خورد و بلند شد و رفت. نه دود بود، نه شمع و نه جیغ. یه آدم اومد و یه کاری کرد و رفت. ولی تمام نشد. اون روز گذشت. من تبم ادامه داشت. شب باز هزیون گفتم. مامانم بعدم به هم گفت تو خواب حرف می زدم. چیزایی که نمیفهمید، مثل یه زبون دیگه. اما کم کم بالاخره تبم اومد پایین. فردا صبحش وقتی بیدار شدم فهمیدم اون سنگینیه دیگه نیست. حسش نمی کردم. انگار که هوای دور و برم هم عوض شده بود. غلام جنی رو یه بار دیگه دیدم. شاید یه هفته بعده، شاید هم بیشتر. داشتم از مدرسه برمیگشتم، از سر کوچه دیدمش. داشت میرفت، پیاده بود، 2 چرخش هم نبود. یه کیسه دستش بود. نه اون کیسه هایی که مادرش می آورد، یه کیسه دیگه. خودش داشت می بردش. راهش رو کشید و رفت. آخرین باری بود که دیدمش. بعد از اون دیگه توی زمین خاکی نبود. نه 2 چرخه و خورجینش بود، نه اثری از خودش. انگار آب شده بود و رفته بود توی زمین. الان 22 سالمه. 10 سال گذشته و من زندگی عادی دارم. درس خوندم و کار میکنم. دوست و رفیقم زیاد دارم. ولی یه چیزایی هست. هنوز زیر دوش وقتی چشامو میبندم که صورتمو بشورم، یه چیزی ته دلم تکون میخوره. زود چشامو باز میکنم. هنوزم دستم نمیره یه چیزی رو از رو زمین بردارم. حتی اگه پول باشه. حتی اگه کلیدم بیفته. یه مکسی هست. یه لحظه‌ای که دستم وسط راه وای میسته. تاریکی هم برای من اون چیزی نیست که برای بقیه است. بقیه تاریکی رو میبینن اما من تاریکی رو حس میکنم. رو پوستم، دقیقاً مثل اون شب. گاهی بهش فکر میکنم. به غلام جنی. به این که اون مرد لاغر با 2 چرخه قدیمیش یه روزی یه چیزی خواسته از یه جایی که نباید میخواسته و بعدش تمام عمرش شد نگهبانی دادن از یه تیکه زمین خاکی و ریختن کبریت رو خاک و غر زدن زیر لب به کسی که حتی ما نمیدیدیمش. احتمالاً به یه جن. و این که من 13 ساله احمق و کنجکاو فقط چند تا کبریت برداشتم و یه لحظه شدم مثل اون. فقط یه لحظه کوتاه. مامانم هنوز گاهی نگاه میکنه وقتی فکر میکنه حواسم نیست. یه جور نگاهی که بهش عادت کردم. نگاه کسی که یه بار چیزی رو از دست داده و بعد از خدا پس گرفته. ولی مطمئن نیست که کامل پسش گرفته یا نه. شاید کامل پسم نگرفته، نمیدونم. فقط میدونم اون تابستون یه چیزی فهمیدم که کاش نمیفهمیدم. و این کاش نمیفهمیدم خودش یه جور تنهاییه. چون نمیتونی به کسی بگی و مطمئن باشی که باور کنه. و این خیلی ماجرا رو تلختر میکنه.